ما اول نمره شدیم، خانواده‌ام افتخار کردن برام. اینجا یک شگک کشیدیم. از مرگ بدتر صحبت نااهل بود. در آینده میخوایم جراح قلب شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. من حاسنات بنت احمد جاوید صنف 4 جیم و ما اول نمره شدیم. خانواده‌ام افتخار کردن برام. استادای تشکر از همیشان، از زحمت‌های خانواده‌ام، از زحمت‌های استادانم دیگه، همراه که هم‌صنفی‌هایم کمک کردن در درس‌ها. کلا مثلا اینای من خوش دارم و دیگه رسمم زیاد خوش دارم. زود یاد میگیرم. از وقتی مکتب آمدیم خوشنویسی رسم مالی شده دیگه. این مکتب بسیار زیاد خوشم میاد دیگه. کل مضامیناش آسان است. تشکر از استادای ما که همراهیم زیاد کمک میکنن در درس‌ها. در سطح‌های تفریح با یکی دیگه میباشیم و داخل صنف همیشه همراه یکی دیگه میباشیم. در درس همراه ما کمک میکنن. در خوشنویسی و رسم خود زیاد لایق است. د حاسنات جان چې په څلورم ټولګي کې ده، ډېره لایقه نجلۍ ده. موږ به ټول استادان د حاسنات جان څخه ډېره راضي یو او همیشه په خپلو درسونو کې ډېر کوشش کوي. همیشه خپل کورنی کار پر وخت راوړي. انشاءالله یو ښایسته راتلونکې به ولري. از مکتب که من بازم تایم غذای چاشت است. غذای من میخورم، یک دقیقه میشینم در یک چیز خودم مصروف میکنم. بعدش کارخانگی های من میکنم، درس های من میخوانم. اگر من دیگه وقت داشتم نقاشی میکنم. نقاشی رو من خودم کشیدیم. 2 تا رفیق هستن. نقاشی طراحی لباس کشیدیم، چهره بازی رو لباس کشیدیم. اینجا یک شگک کشیدیم. من چیزی را که 2 دفعه بکشم دفعه دوم بسیار آسان میشه. زیاد تیز کشیدم میتونم و این رو زیاد وقت نگرفت. در 1 ساعت در بر گرفت دیگه. اینجا این چهره زیاد خوشم آمد و من چهره را زیاد خوش دارم. این را کشیدم دیگه. این موشک هم کشیدم، زیاد خوشم آمد. اینجا کار است که همه خانواده بعدم زیاد مردمی نقاشی تشویق میکنم. مادرم هم همچنان. در آینده میخوایم جراح قلب شوم و همچنان نقاش. من زیاد به خوشنویسی علاقه زیاد دارم. زیاد خوش داشتم که خط خوب داشته باشم، خوشنویسی نوشته کنم و اینجا درس دادن استادا برام. باز من به شوق علاقه نوشته میکردم. کتاب‌های قصه، یک کتاب یعنی قصه های پیامبرا است. یک کتاب که باز امور مطالعه میکنم و بس کتاب‌های دیگرم. 100 سال در آتشم اگر مهر بود، 100 سال در آتشم اگر مهر بود، آن آتش سوزنده مرا سهل بود. با مردم نااهل مبادا صحبت، که از مرگ بدتر صحبت نااهل بود. من یک پیام برشان دارم که همیشه سر خود اعتماد داشته باشن. هیچ وقت از خود ناراضی نباشن که من نمیتونم این درس، نمیتونم میرم. همیشه سر خود اعتماد داشته باشن، قوی باشن، تلاش کنن همیشه در درس های خود، در هر چیزی که میخواین شون، همیشه تلاش کنن و به آن میرسن.